ای مخدر بر تو لعنت، بی وقارم ساختی. در میان قوم خیشان بی اعتبارم ساختی. تا نبودی نزد مردم اعتباری داشتم، آبرویم خدشه کردی داغدارم ساختی. هم نوان خیش بینم پله ها پیمودند، هم نوان خیش بینم پله ها پیمودند. من به فکر نشاط چون تو خمارم ساختی. عاقب جنگ و جدل با رنگ زردت میکنم، من مصمم گشتم چون تو شعارم ساختی. ای فلک بس کن، ای فلک بس کن، جفا بر حال ستم دیدم. قلب زارم پاره کردی داغدارم ساختی. ای مخدر کردی آخر بی سر و سامانم، با رقیبان گفتی هر جا قصه و افسانم. تا به کی باشم مسیرت از پی درمان خیش، از عزیزان دور گشتم روز شب بی خانم. گرچه پیمانم شکستی بار بار با دست خیش، گرچه پیمانم شکستی بار بار با دست خیش. کردی آخر از فراقت گوشه ویرانم. در آخر از امارات اسلامی تشکر میکنم، بالخصوص از وزارت داخله که ما را جمع‌آوری کردن از سرای شمالی و اینجا آوردن. مدت 45 روز میشه که ما اینجا هستیم. الحمدلله سرحال هستیم و میتونیم در آینده مصدر خدمت برای فامیل خود و جامعه قرار بگیریم.